دیگه داداشیمی. داداشی دیگه چه کوفتیه؟ یعنی دکمه آفتو بزن و بپیچ به بازی دیگه نمیخوادت. من تا حالا اقا خرج برجسته سازی نقاط ضعفت کردم، حالا میگی نمخی؟ همچین میگه نقاط ضعف، انگار پراید و پرادو کرده. من کلم مدل عوض کردم. یا تا 72 تکه پار بودی کردم درده، یا تا 83 ده سال خوست بیده. 2 سال دیگه مدلشو می آوردی بالا 85 لنده بازار میشد. آره تفلی به خاطر تو ماشینشو زیر قیمت فروخت تا تو از هاچبک بشی صندوقدار. تازه تخرفته نش 2 تا بوق بزنه. حالا یکم دیگه فکر کن مریم. فکر نداره، زاغول دیگه برام داداشیه. داداشی و مرگ. حالا زیادم ناامید نباش. چطور؟ دخترمه منم از این زرا زیاد میزد. آخر با همون که تو گوشیش داداش فرباد و پراید سفید سیو بود ازدواج کرد. زاغول جداشی به نفع جفتمونه. حالا که زاغول پول نداره فقط به نفع خودته که میخوای کات کنی. الان تکلیف ماشین من چطور میشه؟ مریم خانوم ژلایی که تزریق کردی الان کیلو چنده؟ خاطر چی مپرسی؟ میگم بیاید یه قولنامه بنویسیم 51% سهام ژلای تزریقی مریم رو به نام زاغول بزنیم. چه خبر 51%؟ چقدر مثلا؟ آخرش 25%. سهمم خیلی بیشتره، زیر 45% نمیام. 30 آخرش. یه چی میگم دیگه چونه نزنید. 35% زاغول، 3% از طرفینم برای حق کمیسیون من.